پژمان جمشیدی تو حاشیه جشنواره فیلم فجر تیکه‌ای به دلار انداخت. صلوات دستمزدتونی که بالا نمیبری. خانم تو رو مثلا من میگم ما خیلی پول میگیریم، چه لذتی میده وقتی پسر خاله من پول نداره با من تفریح کنه، چه لذتی میده. دوست من پول نداره، چه لذتی. حتما شما نصف پولتون رو به پسر خاله خدا لذت. این خانم مجریه چی میگه؟ چقدر لوسه. لذتی نمیده. بله ما پول خوب در میاریم، خیلی هم ناجوانمردانه است که عوامل کم میگیرن و ما زیاد میگیریم، من بارها گفتم، ولی چه لذتی داره وقتی از کناری من پول نداره. اما بعد از این حرفا مسعود فراستی هم یه تیکه‌ای به پژمان جمشیدی انداخت. بازیگری که تو چیزش حرف زد قیمت دلار آقای پزشکی خانم، ما به تو چه تو اصلا پولتو بگیر رو تبلیغات لوازم خانگی تو بکن برو به کارت. قشنگ معلومه چیکارا میکنه که تو این چند سال با این همه منفوریت بازم تو صدا و سیما هست.